بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلام استاد گرامی و ارجمند. بفرمایید برادر عزیز. علی هستم از زاهدان. آقا علی از زاهدان، بفرمایید برادر گرامی. برادر گرامی، با توجه به بیانات زیبا شما و روشنگری هایی که انجام میدی بسیار سپاسگزارم از شما. سلامت باشید. این بند خدا دیگه چیزی دیگه ندارن بیان صحبت کنن استاد گرامی، باید بیان وقت برنامه رو بگیرن. درست. که بگن شما چیکار داری به امهات المؤمنین یا همسران پیامبر؟ ما مؤمنیم، مادر ما هستن، باید از مادرامون دفاع کنیم. بله. ولی شما علی الله چه ربطی داری به حضرت علی رضی الله عنه که هیچ ارتباطی با اون نداری، نه با گفتارشون نه با کردارشون؟ می‌خواستم استاد عزیز در این رابطه مشارکتی داشته باشم. بفرمایید. ای شیعه علی اللهی، چرا دنبال هوس و نفس و پیرو شیطانی؟ به والله دروغ و تهمت و توهین نیست کار مسلمانی. ای شیعه علی اللهی، چون مقلد آخوندان بی دین و ایمانی، از قرآن و سنت همیشه روگردانی. اگر نمیدانی تو صاحب عقلی، داری مقام انسانی، فحش‌لعن افترا هست خلاف انسانی. چه کسی به تو مجوز داده که امامان را بخوانی؟ نمیدانی باید مثل امامان فقط الله را بخوانی؟ ندای غیر الله بوده کار مشرکان در هر زمانی، حاجت خواستن ز امامان هست خلاف دستور قرآنی. به خدای ای علی اللهی، تو صاحب عقل و انسانی، خوب بدان ازدواج موقت نیست کار انسانی. علی اللهی، با این همه خرافات و شرک خود را مسلمان میدانی؟ نمیدانی خمس مکاسب هست دزدی در لباس مسلمانی؟ بله. خود را به خواب زده‌ای، میخواهی همچنان جاهل بمانی؟ بیدار شو، برای یک بار کن تلاوت کتاب آسمانی، تا بدانی برتری در چیست در آیات قرآنی. ایرانی غیر ایرانی بودنت نیست برتری گر مسلمانی. خسرو پرویز و سلمان فارسی هر دو بودند ایرانی، چرا تو به وجود سلمان فارسی افتخار میکنی؟ ولی خود را فدای خسرو پرویز ایرانی نمی کنی. پس بدان برتری هست در تقوا اگر مسلمانی. سپاس و تشکر از تشکر از شما برادر عزیز. تشکر از این مطلب زیبایی که ایراد کردید. تشکر از شما. خدا نگهدار.